سلام. خوشمزه ترین و نرم ترین نونی که میتونید بپزید همین نونه که با فیلینگ خوشمزه سیب و دارچین و کرم پنیری درست شده. بافتی بسیار نرم و پنبه‌ای داره. ببینید بافتشو خیلی عالی شده. بس بریم با هم درستش کنیم. شیر، شکر و مخمر خشک‌فوری ریختم تو کاسه. یه مقدار هم زدم، بهش وانیل و تخم مرغ هم اضافه کردم. یه مقدار که مخلوط کردم به آرد نمک اضافه کردم. یه مقدار مخلوط که شد به مایه تری که تو کاسه بود اضافه کردم. با همزن دستی یه مقدار اینو مخلوط کردم. به یه انسجامی که رسید گذاشتم روی سطح کار، بهش کره نرم به دمای محیط رسیده رو اضافه کردم و حسابی 10 تا 15 دقیقه ببینید با اینجا دستم اینو ورز دادم. میتونید با دستگاه ورزش بدین و باید انقدر اینو ورز بدین تا به یه بافت نرم و لطیف برسه. بعد گذاشتم تو کاسه‌ای که چند قطره روغن ریخته بودم و 1 ساعت تو محیط آشپزخونه تا استراحت کنه تا خمیرم آماده بشه. سیبا رو پوست گرفتم و مکعبی خرد کردم و ریختم توی تابه. با کره یه مقدار تفتش دادم. بعد بهش شکر قهوه‌ای و پودر دارچین اضافه کردم. یه 2-3 دقیقه اینو که تفت دادم، بهش یه نصف استکان آب اضافه کردم و 10 دقیقه گذاشتم تا هم آبش بخار بشه و هم این سیب بپزه. باید اینجوری بشه. بعد رفتم پنیر آماده کردم. پنیر ماسکارپونه بدون نمک و ریختم توی ظرف. بهش شیر و وانیل اضافه کردم. یه مقدار که مخلوط شد بهش یه ذره پودر قندم اضافه کردم. ریختم توی قیف گذاشتم کنار. اینجا دیگه خمیر من آماده شده بود. به 9 تا چونه تقسیم کردم، به 9 قسمت تقسیم کردم و اینو رو دونه دونه چونه کردم و گذاشتم توی سینه فر و روشو پوشوندم و 15 دقیقه بهش استراحت دادم. بعد از استراحت با تهیه استکان این نونو توشو حفره ایجاد کردم. بعد یه مقدار با چنگال زدم تا این پف نکنه. رومال زدم و از اون فیلینگ خوشمزه کرم پنیری و سیب و دارچین داخل اون حفره ها ریختم و کرانچی که آماده کرده بودم و روش ریختم برای خوشگل‌تر شدن نونم. بعد گذاشتم تو فر داغ تا بپزه. اینم از نونای خوشمزه ما. امیدوارم درست کنید و نوش جان.